سلام علیکم داملا. علیکم السلام و رحمت الله. من با امام علی با همه سلام خودم با تمام کلی مردم تاجیکستان و مردم کلو با مردم پامیر میرسونم که مردم پامیر، مردم شیربچه های پامیر بخیر. ما مردم کلوب تیاریم این ظالم از داخل شهر بیرون ای داخل که یک فکر خلاصه ببینیم برادرها. بله بهترین. یک سوال گشت ما دارم بابای داملا که مقصد که انشاءالله که پیروزی بعد از من اومد، مبارزه که بعد از من اومد انشاءالله هم دولت ما دموکراتی اسلامی میشه که دموکراتی میشه همیشه فهمیم داملا یا جان. دولت آزاد میشود که یا دولت آزاد میخوایم تشکیل کنیم که مردم آزاد باشه، هیچ کس به حجاب زنت کار نباشه، هیچ کس به رشته کاردار نباشه، هیچ کس نگه کودک جو میرود، هیچ کس نگه که کودک در تحصیل کرده است، کودک آزادانه در جای میرود بخونه، مسجد آزاد، مسجد آبونه نمیشوند، کودک‌ها را نمیمونن که مردم مجبور پول طلب نمیکنن و این نمی دولت میکنیم که کیف میکنی خود. اما مردم دیگه میان میگن همین شکل دولت داری را ایشون میخوام یاد بگیریم. یک بالای از سخنگوی دارم، همین مبارزه ها شما خواهش میکنم، یک التماس همین چی بحثی داریم برادرها علایده بکنیم بحث کنین، بحث ما در علایدگی بحث کنین. چطوره که من هیچ وقت خدمت با یگون کار پیار کنی نیستم، من در یگون جو خدمت یگون چیز من کار کردم به خاطر رضای الله کردم، اینم طرف نیستم، یگون کار دیگه نمیکنم، من یگون جای دیگه هم نمیرم، همینجا میستم هردومی که چیزی میخواه گفتنیه مرحبا یکون پرابلم نیسته. نه میخزم بعد نجگه میزنم که اینم مبارزه خشم وقتشون سوز نمیگیرم. من با همه سوزم، من با هیچ کس نیستم، همین هر کسی که جنگ میخواه با اونو سوزم. همین چی جنگی دارین چی گپی دارین مقصد که برادر جون همین عدل همین آدمای قاتل نه قطعا گپ نزنن، آدمی که در فکر کشتن وطن مردم توجیه باشه قطعا گپ نزنن، در قطعا واپسی نداره گپ نزنن. من در اون آدمای قاتل نیستم، قطعا آدمای قاتل کاردار نیستم، قطعا کیلر میلر تری آدم کش واپسی در برنامه من نداره. نه هیچ کا کیلر نیست، باید ما یک مبارزمون یک هدفمون یک پیشرویمون بود همین مبارزمون زید همین وقتی که گشت که ما باید بدرویم بزنیم همه آدم کشای و ما هم طریق کشتنی نیستیم یکم کسا، ما میخوایم برا وقتش هم خیلی. سلامت باشی برادر کلوب، سلامت باشی.